سلام خدمت عزیزان. این واکسن گاردوسیل 9 ظرفیتی هستش. یکی از روش‌هایی که برای پیشگیری از ابتلا به HPV ما استفاده می‌کنیم واکسن HPV هست. واکسن HPV انواع مختلفی دارن، 4 ظرفیتی و 9 ظرفیتی توی ایران موجود هستش که این نوع 9 ظرفیتیش هستش. برای افرادی که ابتلا به HPV دارن گاهی اوقات ما مجبور میشیم براشون واکسن HPV رو تزریق کنیم، به این علت که باعث درمان HPV که دارن نمیشه، ولی اولا که از ابتلا مجددشون به انواع دیگه پیشگیری میکنه و از طریقی چون سیستم ایمنی بدن رو فعال میکنه باعث میشه که سیستم ایمنی بدن کمک کنه و لود ویروس کمتر بشه. این حالا یک واکسن 9 ظرفیتی هستش که ما میخوایم تزریق کنیم برای ایشون. واکسن ها توی 3 دوز تزریق میشن، 0، 2، 6 فرقی نمیکنه که واکسن ها چند ظرفیتی باشن. همه انواع واکسن های HPV نحوه تزریقشون به این صورت هستش. این واکسن ها کشیده و آماده هستن. هم سرشون بس کنیم برای ایشون. خب اینو همیشه یادتون باشه که پیشگیری بهتر از درمان هست.